اولین های ایران، بریم تو کارش. اولین پیتزای ایران پیتزا داووده که تو دهه 40 تو نوفل و شاتو تهران زدن، هنوزم هست. اولین کبابی ایران کبابی نائبه که 150 سال قدمت داره تو بازار تهران. اولین بستنی فروشی ایران بستنی فروشی اکبر مشتی که سال 1295 تأسیس شده و هنوزم هست. اولین بیمارستان ایران بیمارستان سینا تو تهران که سال 1288 تأسیس شد. اولین مسجد ایران مسجد فهرج توی یزده. اولین پمپ بنزین ایران و البته اولین پمپ بنزین خاورمیانه تو آبادان بوده، سال 1306، حدوداً 100 سال پیش. اولین سینمای ایران تو تبریز بوده، سینما سولی که سال 1279 تأسیس شده. اولین زندان ایران زندان قصر بوده که سال 1308 رضا شاه ساخته و البته فکر کنم الان تبدیل به موزه شده. اولین مدرسه ایران مدرسه دارالفنون بوده که حدوداً 200 سال پیش امیرکبیر تأسیس کرد. اولین زمین فوتبال ایران ورزشگاه شیرودی بوده یا همون امجدیه که سال 1317 تأسیس شده. اولین کله‌پزی ایران طبق آماری که وجود داره طباخی سلیقه است توی امیریه که حدوداً 100 سال قدمت داره. و اولین دانشگاه ایران دانشگاه جندی شاپوره تو اهواز که خیلی قدمت داره.